سلام، چطورین؟ خوبین؟ خیلی مخلصم. بچه‌ها امروز میخوام راجع به حرکت کلین باهاتون صحبت کنم. بچه‌ها حرکت کلین رو شما میتونین با دمبل، با هالتر یا با کتلبل انجام بدین که البته اجرای حرکت کلین با وسیله‌های مختلف مهارت خاص خودش هم میطلبه. من امروز میخوام حرکت کلین رو با دمبل براتون توضیح بدم. ببینید بچه‌ها به طور کل حالا با هر کدوم از این ابزارها شما حرکت کلین رو انجام بدین. حرکت کلین یه حرکت مولتی جوینت چند مفصله فوق‌العاده خوبه. یعنی یه حرکت فول بادیه که شما میتونین روش حساب کنین برای اینکه این حرکت رو بزنین با حرکت‌های دیگه ترکیب کنین به عنوان اینکه تمرینتون کامل بشه. یعنی شما توی حرکت کلین، تو اجرای صحیح حرکت کلین وقتی میرین دقیقاً استایل حرکت ددلیفت، یعنی عضلات همسترینگ، عضلات کوادز، چهارسر رو درگیر دارین. وقتی میایین بالا عضلات بکتون، عضلات زیر بغلتون توی کشیدن، عضله جلو بازوتون توی چرخوندن و روی سرشونه گذاشتن، عضلات سینه، عضلات سرشونه، جلو بازو و پشت بازوتون کاملا درگیره. برای همین حرکت کلین شما میتونید روش حساب کنین به عنوان یه حرکت فول بادی، به شرط اینکه درست این حرکت رو اجرا کنین. حالا یه موقع‌های مربی‌ها میان حرکت کلین رو تو وادهای مختلف میشنن به بچه‌ها میدن، مثلا کلین میدن، پرس سرشونه میدن، برپی میدن، حرکت‌های اینجوری. دیگه آخر تمرین نیاز نیست شما به مربیت بگی من میتونم جلو بازو بزنم، من میتونم اینجوری کنم. چرا؟ چون که این حرکت کاملا، این حرکت مثلا سنچ، حرکتایی مثل این حرکتای کاملا فانکشن شده و کاربردیه. شما توی جلسه تمرینی که اینو میزنی عضلات بدن به صورت یک پارچه کامل به این نقطه ها فشار میاد، میتونی فشارش رو حس کنی. حالا برای اجرای حرکت صحیح، حرکت کلین، شما باید دو تا دمبل برداری که وزنش برات مناسب باشه. پاها از عرض لگن بازتر، دستا بین پا، سر دمبل رو یه مقدار به سمت پایین نگه میداری. به صورت طبیعی فکر کنی چیزی افتاده رو زمین میخوای برداری، هم پا تو خم میکنی، هم مثل ددلیفت کمر رو میدی جلو و لگن رو میدی عقب، میری پایین، نوک دمبل رو میزنی زمین. توی بالا اومدن به لگنت که رسیدی دستتو آروم حالت رخم میکنی و میچرخونی، میاری میذاری روی سرشونت. دمبل هم اگه عمود بذاری روی سرشونت خیلی بهتر، هم حرکت رو قشنگتر اجرا کردی، هم عضلات درگیر بیشتری داری. به این صورت بچه‌ها اشتباهی که من میبینم خیلی ها میکنن، خیلی دمبل رو سوینگ میکنن، هم موقع بالا آوردن هم موقع پایین آوردن. یعنی به این صورت این خیلی اشتباهه، فشار خیلی زیادی روی کمرتون داره، عضلات درگیرتون هم عضلات خیلی کمتری میشه نسبت به اجرای صحیح این حرکت. پس دمبل رو میگیرین، سر دمبل یه مقدار رو به پایین با کمر صاف، عضلات بک سفت، عضلات مرکزی فوق العاده درگیر. یعنی حرکت یه جوری حرکت شکمی هم هست، یعنی برای کورتون هم خوبه. سر دمبل رو میزنین زمین، میاین بالا، نزدیک دست آرنج نزدیک به بدن، دمبل رو میچرخونی میذاری روی سرشونه. برای پایین اومدنش اول آرنجا میاد، دست باز میشه، بعد کمر بهش اضافه میشه. یعنی شما وقتی که اینو میاری اینجا، از اینجا کمرتو نبر پایین، بعد دستتو بذار دستت بیاد پایین، بعد خمشو بزن. خیلی موقع ها این حرکت کلین رو با پای بستن میرن، اونم کاملا اوکیه، دقیقا مثل سودکیس ددلیفت. میری پایین، دمبل رو میزنی زمین، میای بالا میذاری رو سرشونه. حالا وقتی که شما دمبل رو میزنی زمین و میذاری رو سرشونت، معمولا به این حرکت میگن حرکت پاور کلین. یه موقعهایی مربی میگه هنگ کلین برین، دمبل میاد بین پا، میاد روی سرشونه، میاد بین پا، میاد روی سرشونه. توی این حرکت هم بچه با اینکه دمبل هنگ میشه، آویزون میشه بین دوتا پا و شما دقیقاً با الگوی حرکت سوینگ از لگنتون کمک میگیرین بالا آوردن این، باز هم نباید دستتون رو به جلو پرتاب کنی. آرنجا سعی کنی چسبیده باشه به بدن. این آموزش حرکت کلین بود، امیدوارم تمرین کنین. اگه سوالی هم داشتین میتونین با من در تماس باشین و ازم بپرسین و لذت ببرین. ارادت.